بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام دارم خدمت شما محصلان و دوستان گرامی. به ادامه جلسه کنترل استیتمنت ها امروز میخوایم در مورد بیانیه های تکراری صحبت بکنیم. بیانیه های تکراری یا iterating statement ها یک دستور را به شکل تکرار بر ما میتونه نشان بده یا هم اجرا بکنه. iterating statement ها باز هم به نوبه خود و بخش های کوچکتر تقسیم میشه. از جمله ما while لوپ داریم، do while لوپ داریم، for لوپ داریم و همچنان for each لوپ داریم. در مورد هر کدام اینها صحبت خواهیم کرد. دوستای عزیز، لوپ ها میتونن بلاکی از کد ها را برای ما به شکل تکرار نشان بده یا اجرا بکنه. لوپ ها هم به اساس شرطیه کار میکنن، یعنی هر وقت که شرطیه صدق بکنه میتونه بر ما یک کد را تکرار انجام بده. لوپ ها در حقیقت جاگزین برای تکرار نوشتن است، یعنی لوپ ها به خاطر کاهش دادن خطاها و صرفه‌جویی در زمان و به خاطر خوانه‌های بیشتر کدهای ما استفاده میشه. به طور مثال اگر ما خواسته باشیم اعداد را از 1 تا 100 چاپ بکنیم یا تا به 1000 چاپ بکنیم، ما به طور نرمال اگر از لوپ ها استفاده نکنیم مجبور بودیم که به خاطر نشان دادن هر عدد ما یک لاین کد نوشته بکنیم. اما به خاطر جلوگیری کردن از همین وضعیت مجبور هستیم که ما از لوپ ها استفاده بکنیم. لوپ ها با یک لاین کد میتونن که 1000 لاین کد را بر ما چاپ بکنه و یا هم اجرا بکنه. ما گفتیم که انواع لوپ ها را داریم، از جمله while، do while، for loop، for each loop. هر کدام اینها را در ادامه جلسه براتون واضح میکنم. دوستای عزیز، ما در قسمت while لوپ داریم. while لوپ یکی از استیتمنت های تکراری یا بیانیه تکراری است که در جواب بسیار کاربرد داره. وظیفه‌اش هم این است که به شکل تکرار یک وظیفه را انجام میده. دوستای عزیز، ما while لوپ داریم. while لوپ که از یکی از استیتمنت های تکراری و کاربردی جاوا است که وظیفه‌اش هم انجام دادن یک کار به شکل تکرار است که دارای انجام و مبدا می باشه، یعنی که ابتدایش هم معلوم است، انتهایش هم بر ما معلوم است. تا زمانی که شرایط مد نظر اتفاق بیفته تکرار میشه. ما یک شرط برش مشخص میکنیم، تا زمانی که اون شرط صدق بکنه این تکرار انجام داده میره و اگر شرط واقع شوه و یا همون شرایطی که برش مشخص کردیم واقع شوه، برنامه توقف پیدا میکنه. مثلا ما در این قسمت ساینتکس از این داریم که while تا زمانی که شرط ما صدق میکنه توی کد رو انجام داده برو. فرض مثال در اینجا گفته int نمبر مساوی به 0، یعنی وریبل ما مساوی به 0 است. در این قسمت while میگیم تا زمانی که نمبر، یعنی وریبل که قیمتش 0 است، تا زمانی که 0 کوچک از 5 باشه تو اینی کد را تکرار انجام بده. مثلا system.out.println این نمبر رو بر ما نشان داده برو و در پایین هم میایم میگیم نمبر را انکریمنت بکو، یک تا افزایش بده. هر بار که تکرار شود یک تا افزایش بده. مثلا یک بار چاپ میکنه بر ما 0 را چاپ میکنه، چک میکنه که آیا 0 کوچک از 5 است؟ بله 5 است. system.out.println 0 را بر ما نشان میده و بعد میای اینجا نمبر را انکریمنت میکنه، یک تا افزایش میده و بعد دوباره میای چک میکنه، یک تا افزایش میده بالای 0 یک میشه، یک کوچک از 5 است، بله دوباره بر ما چاپ میکنه. چرا چاپ میکنیم این بار یک را چاپ میکنه. به همین شکل ادامه پیدا میکنه. و در این قسمت ما فلوچارت از داریم.
در اینجا وایل لوپ استارت میشه. وایل لوپ کاندیشن رو چک میکنه، اگر ترو باشه صدق بکنه درست باشه بادی لوپ را اجرا میکنه. قسمی که اینجا براتون نشان دادم بادیش از این قوس شروع میشه، در این قوس خاتمه پیدا میکنه، داخل از این اجرا میشه. در اینجا اگر کاندیشن یا شرط ما صدق بکنه در این قسمت میای این کد را بر ما چی میکنه؟ چاپ میکنه یا بلاک از کد ها را بر ما چاپ میکنه. و اگر فالس باشه وایل لوپ اندز میشه یا خاتمه پیدا میکنه. دوستان مثال ازیره میریم در محیط نتبینز کار میکنیم. مثلا یک واریبل تعریف میکنیم انت فرض مثال نمبر مساوی به 0 است. در قسمت وایل میگیم تا زمانی بلاکی از کد رو بر ما چاپ بکنه که شرط ما صدق میکنه. system.out .print و در این قسمت نمبر رو بر ما چاپ بکنه. و کدام شرط؟ میگیم نمبر کوچک از 10 باشه. و اینجا بیا نمبر رو چی بکو؟ اینکریمنت بکو. اگر ما نمبر رو اینکریمنت نکنیم لایتنای اجرا میشه. و در این قسمت میایم برنامه رو اجرا میکنیم. بله دوستا، تا زمانی گفتیم که اینمی کد رو چاپ بکو که نمبر کوچک از 10 باشه. نمبر بر فعلا از 0 آغاز شده تا 9 کوچک از 10 است و 10 زمانی که 10 میشه 10 کوچک از 10 نیست ترمینیت میشه یا خاتمه پیدا میکنه. در قسمت ما نمبر را آمدیم قیمت اولیه برش دادیم. اینجا شرط چک میکنیم، میگیم نمبر کوچک از 10 باشه. بر ما این کد رو اجرا بکو. system.out.println نمبر رو بر ما یک بار چاپ میکنه و نمبر رو در این قسمت افزایش میده. و اگر افزایش نده چیکار میشه؟ اگر افزایش نده ایره اجرا بکنیم لایتنایی بر ما 0 را چاپ کرده میره، چون اینکریمنت نمیشه هیچ وقت. یعنی به این شکل 0 را چاپ کرده میره. ایره توقف میتیم. اینجا نمبر را اینکریمنت میکنیم. دوباره نمبر را اینکریمنت بکنیم، افزایش بدیم. هر بار که افزایش پیدا میکنه او را بر ما چاپ میکنه. اول 0 بود چاپ کرد، بعدا افزایش داد 1 شد، دوباره چاپ شد، باز افزایش داد 2 بود 3 شد و به می شکل تا 9 را بر ما چاپ کرد. و زمانی که 10 میشه در قسمت آمده 9 را چاپ کرد دوباره افزایش پیدا میکنه 10 میشه. 10 را چک میکنه، اینجا شرایطش چک میکنه. 10 کوچک از 10 است؟ نه کوچک از 10 نیست، ترمینیت میشه یا کد ما اجرا نمیشه. و اگر اینجا شرط تغییر بدیم بگوییم که کوچک یا مساوی به 10، باز اینجا که است تا 10 را هم بر ما چاپ میکنه. محصلان و دوستان گرامی، آمدیم در موضوع دو وایل لوپ. دو وایل لوپ هم مثل وایل لوپ عمل میکنه، یعنی شبیه با وایل لوپ است، اما یک سری تفاوت ها و فرق ها داره. فرقش هم با وایل لوپ در اجرای پروسه است. یعنی انتهای از این مثل وایل لوپ مشخص نیست. اول قبل از بررسی کاندیشن یک بار استیتمنت یا دستور ما را چاپ یا اجرا میکنه. فرق عمده و اصلیش با وایل لوپ است که در وایل لوپ اول شرطیه بررسی میشه و چک میشه و بعد استیتمنت چاپ میشه. اما در وایل لوپ اول یک بار استیتمنت چاپ میشه بعد شرط چک میشه.
از اینکه است در پروژه ها کمتر استفاده میشه، ما در این قسمت ساختار از این داریم، ساختار یا ساینتکس از این قسمی که اینجا میبینین دو، کلمه کلیدی دو است و بعد بلاک از کد هاست. بلاک از کد را بر ما چاپ میکنه، بعدا میره کاندیشن را چک میکنه. یک بار حداقل اگر شرطی از صدقم نکنه، حداقل یک بار بلاک از کد را بر ما چاپ میکنه. و در اینجا یک مثال از این داریم، انت آی مساوی 0، یعنی یک واریبل تعریف کردیم و مقدار دهی کردیم با 0 و اینجا ما کلمه کلیدی دو را داریم و بعد بلاکی از کد ها را داریم. ما گفتیم دو یعنی انجام بده این کار را system.out.println آی، قیمت آی چند است در قسمت 0 است. 0 را بر ما یک بار نشان میده و بعد آی را اینکریمنت میکنه، افزایش میده و بعد میایه چک میکنه آیا آی کوچک از 5 است یا خیر. اگر آی ما کوچک از 5 هم نباشه، شرط صدق نکنه، یک بار آی را بر ما چاپ میکنه. و در این قسمت فلوچارت از این داریم. اینجا کلمه کلیدی دو را داریم، از اینجا آغاز میشه و در اینجا استیتمنت را بر ما یک بار چاپ میکنه و بعد میره کاندیشن را چک میکنه، شرط را چک میکنه و اگر شرط ما فالس باشه میره ترمینیت میشه، خاتمه پیدا میکنه و اگر شرط ما صدق بکنه، درست باشه شرط ما، مستقیما میره استیتمنت را دوباره چاپ میکنه، دوباره میره کاندیشن را چک میکنه. اگر کاندیشن ترو باشه به همین شکل تکرار همین کار را انجام داده میره و اگر شرط ما فالس باشه یا درست نباشه میایه خاتمه پیدا میکنه. و مثال از این کار میکنیم دوستان. و در این قسمت یک واریبل تعریف میکنیم، انت فرض مثال آی مساوی به 0، اینجا 2 میگیم، یک بار استیتمنت رو چاپ میکنیم، آی را چاپ میکنیم، در این قسمت میم آی را اینکریمنت میکنیم و در این قسمت میم اینال شرط را چک میکنیم آیا شرط درست است یا خیر. شرط آی میگیم کوچک از 5 است یا خیر. اینال دوستا این را رن میکنیم، قسمی که میبینین از 0 تا 4 چاپ شد و زمانی که 5 میشه 5 را چک میکنه، 5 کوچک از 5 است، نخیر، شرط ما صدق نمیکنه، برنامه خاتمه پیدا میکنه. و حال مقدار دی را تغییر میدیم، مقدار دی را آی کوچک از آی مساوی به 10 است. اینال دوستا میایه حداقل 10 را یک بار چاپ میکنه، اگر شرط ما صدقم نکنه یک بار 10 را بر ما چاپ میکنه. مثلا میایه اینجا مقدار دی میکنه آی را با 10 و این را چاپ میکنه، قیمت آی 10 است، بر ما چاپ میشه، آی را اینکریمنت میکنه 11 میشه، میایه اینجا 11 را قرار میده، 11 کوچک از 5 است، نخیر کوچک از 5 نیست، تنها یک بار بر ما حداقل 10 را چاپ میکنه. این بود موضوع دو وایل لوپ. دوستان عزیز آمدیم در بخش فور لوپ. دوستان اگر بخوایم اعداد یا قیمت را به شکل تکرار نشان بدیم و یا یک عملیه را به شکل تکرار اجرا بکنیم، ما از فور لوپ استفاده میکنیم. تفاوت فور لوپ با وایل لوپ این است که اگر تعداد تکرار یا تعداد چرخش یک عملیه برای ما مشخص باشه، ما از فور لوپ استفاده میکنیم و اگر تعداد تکرار برای ما مشخص نباشه ما از وایل لوپ استفاده میکنیم. در فور لوپ که است مبدا و انجام باید مشخص باشه و همچنان ما در فور لوپ ها باید سه چیز را در نظر داشته باشیم. اول مبدا، دوم
شرطیه و سومش انجام یک عملیه. ما در این قسمت ساینتکسی از فور لوپ را داریم. در اینجا اینیشالایزیشن میشه یا قیمت اولیه بر یک وریبل تعیین میکنیم و بعد شرایط چک میکنیم و بعد اگر شرط صدق بکنه بلاک کد بر ما اجرا میشه و اگر شرط صدق نکنه به این شکل اجرا نمیشه، خاتمه پیدا میکنه. و در اینجا ما فلوچارت اجرا داریم. فلوچارتش هم به این شکل قسمی که ساینتکس هست فلوچارتش هم عمل میکنه. بله دوستان، در این قسمت کار از این به این شکل است که اول باید شماره یک قسمی که میبینین اینیشالایزیشن میشه. بعد از اینیشالایزیشن در مرحله دوم میای کاندیشن چک میشه. زمانی که کاندیشن چک شد به این شکل در مرحله سوم میره. F2 رو اگر درست باشه شرط ما به این شکل میره کد اجرا میشه. هر چیزی که در داخل بلاک فور قرار داشته باشه بر ما چاپ میشه یا اجرا میشه و اگر ترو نباشه فالز باشه به این شکل چی میشه؟ خاتمه پیدا میکنه. و هر بار که بلاک کد اجرا میشه اگر ترو باشه اجرا میشه به این شکل در این طرف آمده یک بار اپدیتیشن اینکریمنت دیکریمنت هم صورت میگیره و اگر اینکریمنت دیکریمنت هم صورت گرفت باز هم میه شرایط دوباره چک میشه. شرط اگر ترو باشه پس میه به این شکل ادامه پیدا میکنه تا زمانی که شرط ما فالس شد. فالس که شد ترمینیت میشه یا خاتمه پیدا میکنه. دوستان اینجا مثالی از فور لوپ را داریم. قسمی که اینجا میبینید کلمه کلیدی فور است و قوسای از این آغاز شده و خاتمه پیدا کرده. خب دوستای عزیز، ما اینجا مثالی از فور لوپ را داریم. اینجا کلمه کلیدی فور است. در قسمت اینیشالایزیشن صورت گرفته. انت آی مساوی 0 است و در اینجا شرط چک میشه آی کوچک از 5 است یا خیر. اگر کوچک از 5 باشه در اینجا بر ما سیستم داتا دات پرنتن آی را نشان میده و بعد میره اینکریمنت میکنه. آی یک تا افزایش پیدا میکنه. البته بعد از چاپ عملیه چی میشه؟ اینکریمنت میشه و بعد میره شرط دوباره چک میکنه. اگر شرط صدق بکنه دوباره میره آی را بر ما چاپ میکنه و به همین شکل ما میتونیم که ساختار از زیر تغییر بدیم. فور انت آی مساوی به 0 آی کوچک از 10 باشه. آی را ما میتونیم که دو تا اینکریمنت بدیم. اگر به این شکل از دو تا علامه مثبت استفاده بکنیم یکی افزایش پیدا میکنیم و اگر به این شکل بگیریم آی جمع 2 یعنی دو تا بالای آی افزایش پیدا میکنه. کلمه کلیدی فور را داریم و به این شکل بلاکش باز میکنیم. در اینجا اول گفتیم که اینیشالایزیشن میشه. انت فرض مثال a مساوی به 1 اگر باشه. در این قسمت a کوچک یا مساوی به 10 باشه. a را هم increment system.out و در اینجا a را بر ما out به شکل. دوستان ما اینجا برای وریبل a قیمت دادیم. یک را در اینجا قرار میده و میبینه چک میکنه آیا یک کوچک یا مساوی به 10 است. بله کوچک مساوی به 10 است. میه ای را بر ما یک بار چاپ میکنه. بعدا میه ای را اینکریمنت میکنه. اینکریمنت کرد دوباره میه چک میکنه باز هم قیمت ای مثلا اگر
یک باشه دو میشه، دو چک میشه آیا دو کوچک از دست یا خیر. بله کوچک از دست. دوباره بر ما چاپ میکنیم به همین شکل ادامه میده تا زمانی که قیمت A چی شود؟ بزرگتر از 10 شود. به اجرا میکنیم. بله دوستا از یک شروع شده. ابتدایش ما مشخص کردیم از یک و انتهایش هم برش مشخص کردیم تا 10 پیش برود به همین شکل. و گفتیم که میتونیم قیمت A را دو تا هم افزایش بدیم. در این قسمت A را داریم A مساوی به A جمع 2. به شکل هم میتونیم که افزایش بدیم. به شکل اول یک را چاپ میکنه، بعد دو تا افزایش میده 3 میشه، بعد دو تا افزایش میده 5 میشه. به همین شکل دو تا افزایش میده 7 و دو تا افزایش میده 9 میشه. و اگر دو تا دیگه افزایش میده 11 میشه. 11 چک میشه آیا 11 کوچکتر یا مساوی به 10 است؟ نخیر. و لوپ ما ترمینیت میشه دوستان. تشکر از توجهتون.